یکی از داستان‌هایی که برای من بسیار تکان دهنده بود این بودش که متوجه شدم قهرمانان ورزشی در ایران چطور هدف سرکوب رژیم قرار می‌گرفتند. یکی از اون افراد فروزان عبدی بود. در همون دوره‌ای که من داشتم مدال‌های المپیک خودم رو برنده می‌شدم، کاپیتان تیم ملی والیبال زنان ایران بود. اون من رو یاد زمانی انداخت که خودم مدال المپیکم رو بردم و فکر کردم شاید این میتونست من باشم، ولی اون در سال 67 همراه با هزاران نفر دیگر در قتل عام سربه‌دار شد. تنها دلیلی که من امروز اینجا آمدم اینه که امروز مستقیما به دوربین نگاه کنم و به کانون‌های شجاع شورشیک در ایران هستم بگم کسانی که جون خودشون رو ریسک میکنن که هر زن ورزشکاری در سرتاسر دنیا فروزان عبدیه. چه کسی با من در این جنگ هست؟ Thank you very much indeed.